خب داستان اینا میدونی چیه؟ به اینا میگن چراغ کردستانی. اینا هر کدوم از اون LED های متری 12 ولت پشت آلومینیومی هست. اینا حالا من به هر ابعادی که دوست داشتم اینا رو بریدم، یعنی نیاز داشتم برای این فریمم. به این مدلش میگن کوزه‌ای، چراغ کردستانی معروفه اینا. ببین یه دونه سرپیچ داره، یه پول دیود و خازن اون داخله. خب میبینی یه پول دیود و خازن، یه مقاومت داره که این میاد چیکار میکنه؟ میاد 220 AC رو میگیره، تقریبا حدود 300 خورده DC میده بیرون. اون 300 خورده DC رو ما میدیم به تمام اینا، یعنی این ریسه ها رو همه رو با هم دیگه سری میکنیم. دونه 12 تاست، 27 تا دونش رو با هم دیگه سری میکنیم. دونه 12 ولت ببینید میشه چند ولت و خروجی DC ما هول و هوش همون ولتاژی که خدمتتون عرض کردم و اینطوری میشه که مدار خیلی ساده‌ای داره. برای مغازه ها و اینا میتونید استفاده بکنید، خیلی خوش تعمیره. یه دونه پیکسل مثلا اینجا میسوزه، بعد یه مدت کل این مثلا شاخه 30 سانتی رو میگیری 30 تومن میندازی اینجا و تموم میشه، یا از کسی که گرفتی برات خیلی خوش قیمت تعمیرش میکنن. حالا پول دیوده نهایت میسوزه یا خازنه میسوزه یا نشکنه این فریم چوبیش، چون رفت آمدم نداره دیگه، جابجایی هم نداره، بالا تو مغازه آویزون دستم بهش نمیخوره، هیچ اتفاقی براش نمیفته. هر اتفاقی هم بیفته خیلی ارزون قیمت تعمیر میشه. مسئله من با اینا اینه که به نظرم برای مغازه و اینا منطقیه. من اینو میدم مثلا تو این تاریخ 850.